بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز و گرانقدر، بینندگان عزیز برنامه 1400 سال، السلام علیکم و رحمت الله. خوش هستیم که بازم در شب از شبهای رمضان با شما دوستان یک جا میمان هر خانه هستیم. دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان ماه اخلاق و حیا هست. حیا یکی از صفات خوب یک انسان مسلمان است. انسان بی حیا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. کسی که حیا نداشت ایمان نداره و کسی که با بی حیایی سخن میگوید اصلا مشکل ایمانی داره. انسان مسلمان به اندازه که ایمان داشته باشه به مو اندازه حیا می داشته باشه. ستر، حجاب، لباس و پوشیدن لباس درست و استفاده از کلمات با عفت، زبان عفیف زبان با عفت انسان روزدار است. انسان روزدار با چشم خود روزدار است، با زبان خود روزدار است، با گوش خود روزدار است. فاطمه الزهرا سلام الله علیها، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اندازه حیا داشت که وقتی از پشت دروازه هم صحبت میکرد بالاخره تکیه در دهان خود میگرفت تا ای که مرد نامحرم صدای نرم از او را نشنوه. ما کجا و فاطمه الزهرا کجا؟ به مو اندازه که در صدای خود و در گفتار خود بی‌ادبانه صحبت میکنیم، به مو اندازه از بزرگان اسلام چی میگیریم؟ فاصله میگیریم. دوستان عزیز، امیدوار هستیم که در ماه مبارک رمضان قوت ایمانی و اخلاقی ما بیشتر شود، حیای ما زیاده تر شود، در لباس خود و در گفتار خود تجدید نظر بکنیم و کوشش بکنیم که کار بکنیم که سبب سعادت دنیا و آخرت ما شود. و حتی اگر غیر مسلمان هم در مجلس ما باشه، از حیا و از عفت و از پاک دامنی و از الفاظ خوشما اونا هم علاقمند دین مقدس اسلام شود و نگویا که والله ما غیر مسلمان از این مسلمان کده حیای بیشتر دارم و الفاظ ما از این کده با عفتر و پاکتر است. دوستان عزیز و گرانقدر، بازم نوبت میرسه به دوستا. شما سوال دارین؟ بفرمایید. سلام احترامات دارم خدمت استاد گرامی و حاضرین در تالار و بیننده های عزیز تلویزیون یک. استاد، چی فضیلت دارد ماه مبارک رمضان؟ فضیلت ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان فضایل بسیار زیاد داره. ماه مبارک رمضان یکی از فضایلش است که ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن عظیم الشان است. یکی از فضایل رمضان نزول قرآن عظیم الشان می باشد. دیگر از فضیلت از فضایل ماه مبارک رمضانی است که در ماه مبارک رمضان دروازه های دوزخ بسته می باشد، دروازه های جنت باز می باشد. در ماه مبارک رمضان این ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه خلاص شدن انسان است از عذاب دوزخ. انسان میتونه که از فضیلت رمضان استفاده کرده خود از عذاب دوزخ و در رحمت الله داخل کنه. ماه تقوا هست. فضیلت از این است که خالق متعال برای انسانها فرصت زیاد میده، دروازه های دوزخ بسته میکنه، دروازه های جنت باز میکنه. حتی انسان های بیدین و انسان هایی که اونا روزی درست نمیگیرن، اینا حداقل از روزدارا خجالت میکشن، به گناه و گپا مبادرت نمیورزن. همینجا هست که بر انسان یک فرصت است، چون شیطان ها بسته هست در این ماه و شیطان های جنی بسته هست. از این خاطر انسان میتونه که از این فضایل رمضان استفاده کرده. فضیلت رمضان این است که این ماهی است که تمام از این ماه در این ماه حتی عبادت فرض شما به اندازه 70 چند اجر و پاداش از این داده میشه. نفلتان به اندازه فرض حساب میشه و فرضتان 70 چند ثواب می داشته باشه. از این خاطر ماه مبارک رمضان فضیلت های زیادی داره که اگر از این فضیلت ها استفاده بکنیم ان شاء الله تعالی در ختم رمضان ما و شما مستحق جنت الهی میشیم. برادر ما بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت حاضرین در تالار و خدمت بیننده های تلویزیون یک. استاد محترم، آیه ولقدر خیره و شره من الله تعالی را تفسیر کنید. تشکر. والقدر خیره و شره من الله تعالی آیت نیست، بلکه
این بخشی از حدیث شریف است که ما و شما، یا یک بخشی از ایمانیات ما و شما هست که ما و شما میگیم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. والقدر خیری و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. بعضی از کسات سوال میکنن که والقدر اندازه خیر و شر از جانب الله هست. بله، خیر و شر از جانب الله هست، یعنی هم خالق امور مثبت و هم خالق امور منفی، خالق متعال می باشه. به خاطر از اینکه این درست آدم واضح تر بفهمه، اویی است که شما مثلا در یک جای هستین، یک کسی یک شرکت داره و این صاحب شرکت یک کارت می سازه. حالا شما یک صاحب شرکت است، این کارت می سازه. میشه ما یکی از دوستان اینجا بیایم از پیش سوال بکنم در این قسمت تا خوبتر بفهمن. یکی از دوستایی که جرأت خوب داشته باشن بیاین مایک بتین برشن. بفرمایید، خدا معرفی بکنید. سلام، خدمت شما استاد علیداد رحیمی هستم، محصل دانشگاه تعلیم تربیت. محصل دانشگاه تعلیم تربیت. علی جان، مثلا اگه من از شما سوال بکنم این قسم که شما برای زمین قطع کردن گندنه یک کارد بسیار تیز جور کردید، درست است نه؟ آل شما این کارد که جور کردین، یک کسی آمد از این کارد که شما جور کردین، از این کارد شما میشه هم مثبت استفاده کنیم هم منفی. هر دوش میشه استفاده کنیم. یک کسی از این کارد شما گرفت استفاده منفی کرد، مثلا توسط این کارد به عوض از اینکه در آشپزخانه استفاده بکنه رفت یک نفر را قتل کرد و آل در محکمه امی کسی که قاتل وقتی گرفتن او میگه که علی ملامت است به خاطر از اینکه صاحب شرکت است و این کارد می ساخته بود. اگه کارد نمی ساخت من این قتل نمی کردم. و او بستگی باز ما که جرمونم در او مقصر نخواد باشم که به خاطر که ما ادعا میکنم میگه شما چرا تو کارت ساختین که کشته شود که از آدم. ما باز نظر خود برای قاضی بیان چی مثلا ما قاضی بگو چرا تو کارت ساختی که نفر کشته شود؟ ما هدف ما این نبوده که مثلا ما کارت جور کنیم نفر کشته شه. ما گفتیم کارت جور کردیم به خاطر یک ضرورتی که ما گندنه گفتین شما گندنه را خودش ریزه کنه یا بولانی جور کنه نه مادر اولادا. خب مادر اولادایش چرا تو مادر اولادا تردید گرفت نداری؟ ما خود نداریم که مادر اولادایش نفر کسایی که دارد باز تو برای کی خیلی امر میکنی که باید بولانی پخته بکنی؟ باز اگه امکانش هم باشه خودم هم جور میتونم استاد. میتونم. خب دوستای عزیزی ببینیم که علی جان که مادر اولادای خود بولانی پخته میکنه یا نمیکنه و مادر اولادای از او برش بیچاره از او کارت میخواست که استفاده بکنن تا بولانی پخته بکنن، لکن یک کس آمد این کارت گرفت و یک نفر قتل کرد. ببینیم که آل در محکمه با علی و با این کارتش چه قسم باید مثلا معامله شوه. بعد از یک وقفه خدمت شما دوستا حاضر میشیم، با ما باشیم. دوستان عزیز و گرانقدر، مسئله قضا و قدر است. به خاطر فهمیدن موضوع قضا و قدر یا موضوع تقدیر آمدیم سر مسئله علی. علی یک دانه کارت ساخته، فابریکه داره، فابریکه رفته سامان آشپزخانه میسازن، ظروف آشپزخانه را جور میکنن. در بین از یک دانه کارد بزرگ ساخته و هدفش از قطع کردن گندنه و یا قطع کردن گوشت و یا چیزایی که در آشپزخانه استفاده میشه. اما این کارت هم صلاحیت داره که کارهای خوب بکنه و هم در این صلاحیت است که کارهای منفی بکنه. آل قاتل علی را ما کم گرفته و میگه چرا علی کارت ساخت اگه من قتل نمیکردم. پس علی از خود در محکمه دفاع میکنه. علی جان چرا کارت ساختی که توسط از او انسان کشته شود؟ ما این کار دفعه قبلی هم که گفتیم به خاطر نساختیم که باید قتل شه. ما هدف می بوده که کارهای مثبت انجام شه، اما یک کسی کار منفی میکنه، کار منفی میکنه دیگه متوجه شرکت یا مسئول ما نمیشه دیگه. او مربوط میشه بر کی؟ مربوط میشه به اختیاری که اون نفر دیگه از بنابراین اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که علی کارت ساخت، لکن کارت علی هم مثبت استفاده میشه و هم
منفی استفاده میشه. صلاحیت استفاده مثبت و منفی در بین کارد هست. این اردوش علی بر از این کارد داد، کارد خوب تیز ساخت، لکن علی گفت که این صرف در آشپزخانه استفاده کنین و از این خاطر نام شرکت خود از ظروف آشپزخانه گذاشت. اما وقتی که یک کسی از کارد از استفاده میکنه و قتل میکنه، بنابراین او قاتل نمیتونه بالای علی ادعا بکنه، به خاطر او کسی که کارت گرفته بود او میتونست از این کارت استفاده مثبت بکنه، ولی خودش به اختیار خود استفاده منفی کرد. آل علی جان، خالق متعال بر من دست داده، در این دست من هم صلاحیت استفاده مثبت است و هم صلاحیت استفاده منفی است. اگر من تو را مثبت استفاده بکنم، آفرین علی جان، تو بچه بسیار خوب هستی، درس خوب میخوانی و میتونم که بگم که علی جان پس دست من هم صلاحیت چی داره؟ مثبت داره و هم منفی داره. حالا اگر من از این خاطر چی میگه؟ والقدر خیره و شره من الله تعالی، پس امی که در دست من این صلاحیت داده که هم از این استفاده خوب میشه و منفی میشه، این دست الله بر ما داده، بنا اندری اردو هست، لکن اختیار استفاده از این دست از کی است؟ به دست خود ما هست. بناهن والقدر خیره و شره من الله تعالی هست، در دست ما اندازه که دست میتونه مثبت استفاده شود یا منفی استفاده شود، این از جانب خالق متعال است. اما ای که باز من از این دست استفاده منفی میکنم و کت علی را کت بوکس میزنم، باز در این صورت چی است؟ من این کار را به اختیار خود کردیم، باز من نمیتونم بگم که چون این صلاحیت خالق بر من داده بود و من مسئولیت ندارم. تشکر علی جان، موفق باشین. دوست دیگه ما اگه سوال داشته باشن مایک بدین بر برادر. سلام علیکم خدمت شما حاضرین در تالار بیننده شبکه یک سوال داشتم. آیا فرق بین کلمه اکستریمیست و استعمال آن در بین مسلمانان کدام فرقی است؟ درست است. اکستریمیست کلمه است که یکی از کلمات است که او را زیادتر غربی ها استعمال میکنند. یکی از مشکلات برادر محترم، یکی از مشکلات اساسی است که دشمنای اسلام بعضی اصطلاحات ساختن و اونا پیش خود او اصطلاحات تفسیر و ترجمه کردن، یعنی یک اصطلاح را خودشان ساختن و او را خودشان تفسیر و ترجمه کردن. مثلا اصطلاح کلمه اکستریمیست، تروریست، فاندامنتالیست، وهابی، اینی کلمات است که غالبا وقتی که استعمار میخواست که در بین مسلمان ها نفوذ بکنه، اصطلاحات ساختن و از این طریق این اصطلاحات به ضد مسلمان ها استفاده میکنم. مثلا ما و شما افراطی کسی را میگیم از دیدگاه دین خود که او از آنچه که در قرآن و سنت است از او که زیاده روی کنه، یعنی از عبادت پیغمبر که بخواد عبادت بیشتر بکنه. اونا افراطی یا اکستریمیست که ترجمهش افراطی میکنن، اونا که افراطی میگن، اونا اکستریمیست و افراطی کسی را میگه که مثلا یک مسلمان که ریش داشته باشه او را میگن این افراطی هست. اگر یک دختر خانم حجاب کنه او را میگه بسیار این افراطی هست. اما اگر کسی باز به حجاب بود و بسیار لباسای مخالف اسلام پوشیده بود، باز اون میگه که این بسیار آدم نرمال است و چطور است و خوب است. از این خاطر اونا اگر یک نفر مثلا میگه که باید حکم الله در زمین الله تطبیق شود، یعنی سیاست اسلام در جهان اسلام تطبیق شود، مسلمان ها آنچه که حکم الله هست از نگاه سیاسی تطبیق بکنن، باز او را میگن که این انسان فاندامنتالیست است، این بنیادگرا هست. و اگر یک کسی مثلا از عقیده توحید از قرآن و سنت گپ بزنه، باز میگن که این وهابی هست. و اگر یک مسلمان از جهاد گپ بزنه و بگه اکثر یک مسلمان آیات قرآن است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، که الله فضیلت داده برای انسان مجاهد، این پیغمبر که جهاد میکرد، این صحابه پیغمبر که جهاد میکردن، آل بیت رسول الله صلی الله علیه و در صف جهاد بودن، الله اونا را فضیلت داده بودن. این حال وقتی که یک مسلمان از جهاد صحبت میکنن، باز اینا میگن که این جهاد چی است؟ تروریسم است و کسی که جهاد میکنه تروریست است. و به این شکل اینا چی میکنن؟ اینا امو اصطلاحات خاص خود که مطابق فکر و اندیشه و عقیده خود او را چیز کردن، او را باز برای مسلمان ها سر مسلمان ها تطبیق میکنن. از این خاطر ما مسلمان ها فرق میکنه اصطلاحات پیش ما و به همراه از اونا. برای ما و شما اسرائیل یک کشور تروریستی است، یک اسرائیلی تروریست است، اما پیش از اونا میگن که نه، یک اسرائیلی تروریست نیست، او یک دموکرات است، یک آدم خوب است. ایریل شارون که دو قریه را خراب کرد، او را میگه ای بسیار خوب آدم است. اما فلسطینی مسلمانی که در مقابل از او از وطن خود دفاع میکنن، باز او را اکستریمیست میگن. اینی تفاوت است بین اصطلاحات بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها. دوستان عزیز، باقی مانده برنامه را ان شاء الله بعد از یک وقفه خدمتتون تقدیم میکنیم.
کدام برادر دیگه سوال داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. یک سوال داشتم امی وقتی که شوهر بمره امی میراثش به دختر زنش میمونه یا به برادرش اولاد اگر نداشته باشه؟ دیگه در مسئله میراث که است، در مسئله میراث که است، میراث مقدمتر اولاد هستن. اولاد نداشته باشه. اگر اولاد نداشت برای برادرش یا به خانمش؟ بله. اول برای خانمش است. میراث به خانم بیشتر میرسه، باز بعد از او باقی مانده از او که هستن باز او به دیگه چیزها تقسیم میشه. بنابراین خانم از او دمو مال شوهر خود اول حق کی میگیره؟ به خانمش است و باقی مانده از او باز برای عصبه میگه، باز باقی مانده عصبهاش باز او مالش تقسیم میشه. یعنی خانمش مستحق میراث هست در پالی از او که بر دیگرها هم باز باقی مانده اوترا بر از اونها هم میرسه. دوستای عزیز، موضوع مهمی که امروز ما و شما داشتیم مسئله حقوق و تکالیف بود که دوستای عزیز حق باید با تکلیف فرق شود و یکی از مشکلاتی که در جوامع غربی ای هست که بسیاری اوقات خانم ها را فریب میتن به بهانه از که این حق تو هست، از او خاطر تکالیف بالای از اینا زیاد کردن. شما بسیاری وقتا ببینید که به بهانه از که حق زن و مرد مساوی هست، زن از تمام حقوق کشیدن، تکالیف کلش بالای زن انداختن. برش گفتن که شوهر تو باید نفقه خودت پیدا بکنی و شوهرت نفقه خودش پیدا بکنن. برش گفتن که لباس خودت باید بخری، شوهرش برای خود بخره. در خانه هم از این خاطر بسیاری حالات می باشه که یک خانم وقتی با شوهر خود زندگی میکنه، خصوصا در وقت حمل، خصوصا در وقت اولاد داشتن، ایزن توانایی کار نمی داشته باشه، ولی به اساس قانونی که در کشورهای اروپایی است ایزن مکلف است که باید نفقه خودش پیدا بکنه. به این خاطر برشان مشکل پیدا میشه و یک گزارشی که در لندن گرفته شده بود، یک احصایه 84% دخترها میگفتن که ما نمیخوایم ازدواج بکنیم، به خاطر از این نمیخوایم که ازدواج بکنیم که شوهرای ما در مقابل ما هیچ مکلفیت و هیچ مسئولیت ندارن و تمام بار به دوش ما افتادن. سلام خدمت استاد گرامی، عبدالبصیر تنین هستم. سوال من است که آیا شهادت یک حق است یا یک تکلیف؟ تشکر. چقدر خوب سوال است. آیا شهادت دادن حق است یا تکلیف؟ شما ببینین یک کسی، شما بیاین اینجا، این برادر که سوال کرده، امروز مایک بیاین. خوش آمدین. در یک منطقه یک قتل میشه، آل پلیس آمده و کسایی که در اینمی قتل دیدن، چند نفر از یارا پلیس میخواد که برن در محکمه پیش روی پلیس و چند نفر هم گرفته، یارا میبره برشون میگه که تو امرای ما برو و در پیش روی پلیس، یعنی 4 نفر اینجا هستن، تو قاتل مشناسی، تا من منطقه دیدی، آل وقتی که تو میری سر قاتل شهادت میتی و تو را به زور اونجا میبرن، میگه این میگه سر قاتل شهادت بتی، سیز نه؟ و قاتل هم پیش روی تو استاد است، برات میگه که فکرت باشه که اگر سر ما شهادت دادی نه، از او که بدترت میکنم. سیز؟ آل تو که شهادت میتی، این سر تو یک حق شد که باید شهادت بتی یا به زور سرتی کار میشه؟ آل خو ما واقعیت دیده منه؟ واقعیت دیدی، لکن این سر تو یک تکلیف است در مقابل نه، سر تو یک بار میشه. این تکلیف است یا بر تو حق است؟ اگر بر تو حق داده شو بگه که کی شهادت میده، تو شهادت میده، میگه نه بیادر من چی خدا که دوزا برابر کنم، 100 نفر دیگه هست. پس اینجا میبینی که خود شهادت دادن چی است؟ یک تکلیف است، یعنی بر خودت یک مکلفیت داده. وقتی که مکلفیت داد، چرا تو در مقابل کی قرار گرفتی؟ در مقابل یک قاتل قرار گرفتی که او هر لحظه زندگی تو را چی میکنه؟ تهدید میکنه. متوجه هستین؟ پس شهادت چی شد؟ در ما گپ زدید. شهادت یک تکلیف است دیگه. بله. تشکر. خب متوجه شدین؟ پس وقتی که ما شاهدی میتیم، شهادت اینجا به معنای چی است؟ به معنای شاهدی است. حال وقتی که ما و شما میریم در محکمه حاضر میشیم و اونجا پلیس است و اونجا مثلا قاضی هست و سارنوال است و به محکمه برده میشه، مثلا در اینجا یک حادثه میشه،
حادثه میشه، میگه باید یک چند نفر برن در محکمه و پیشروی پلیس چی کنن؟ شهادت بدن. پس اینمی چند نفری که میرن در محکمه شاهدی میتن، ما در اینجا چی میگیم؟ میگیم خواهرای عزیز شما در این مسئله قتل نرین. اینجا از این تکلیف اینا رو چی کردیم؟ خلاص کردیم. پس تکلیف چی را میگن؟ تکلیفی است که یک نفر مکلف است که باید یک کار را بکنه. اینال در تکالیف اگر مساوات بیایه اینجا ظلم است. مثلا یک مثال دیگه که براتون واضح شود، مثلا یک برادر است، یک خواهر است، پدر میگه که بچیم تو بچیم هستی، دخترم است، یک اشسیره بورجی را تو پشت کو، یک اشسیره بورجی برنج تو پشت کو، یک اشسیره هم خواهرت پشت کنه. اینجا عدالت میشه؟ اینجا میتونیم که مساوات بیاریم؟ به خاطر که برادر میتونه که اشسیره بورجی را پشت کنه، اما این دختر میتونه که اشسیره بورجی را پشت کنه. اینجا اگر بگوییم مساوی هستن، در حقیقت در حق از این دختر چی میشه؟ ظلم میشه. پس تکالیف خاص که است، این به اساس چی است؟ به اساس توانایی ها هست. شهادت یا شهادت دادن یک تکلیف خاص است. بناهن در مسائلی که زنها زیاد توانایی دارن، شهادت از اونها اعتبار زیاد داره، خصوصا مسائل خانم ها، مسئله رضا، مسئله شیر دادن، مسئله حیض، مسئله نفاس، مسئله طفل ایگپا، مسائل نسایی ولادی که است، در اینجا خانم ها زیادتر میفهمه. گپ از اینا نسبت به گپ مردا زیاد اعتبار دارن. در مسائل دیگه که مثل قتل است، ایگپا هست، در اینجا چون توانایی از اینا، حتی یک جای اگر یک قتل شوه خانم ها شاید حتی امور دیدن نتونن، چشمای خود پد بگیرن تیر شوه. پس در مسائل تکالیف خاص که است، باز اینجا چی است؟ هر کس نظر به تواناییش اونم مکلفیت می داشته باشه. دوستان عزیز، علاقه‌مندان گران قدر برنامه 1400 سال، این بود برنامه امروزی که خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کردیم. تشکر از حوصله‌مندیتان و از اینکه شما برنامه‌تان را توصیف میکنین، از این هم تشکر میکنیم. دوستان عزیز، تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.